تابستون 1992 دانمارک و فرانسه تو آخرین بازی مرحله گروهی رقابت‌های یورو به مصاف هم رفتن. در یک بیمارستان در کوپنهاگن دانمارک، یک فوتبالیست دانمارکی که در 2 بازی اول تورنمنت برای دانمارک بازی کرده بود، این دیدار رو به همراه دخترش که در حال مبارزه با سرطان خون بود، تماشا می‌کرد. برخلاف انتظار همه، دانمارک بازی رو میبره و به مرحله نیمه نهایی صعود میکنه. اونم در حالی که اونا هرگز نتونسته بودن تو بازی‌های مقدماتی جواز حضور تو بازی‌های یورو رو به دست بیارن. در پایان بازی دختر 6 ساله به پدرش میگه که من میخوام تا در بازی بعدی تو به میدان بری. و پدر برای برآورده کردن درخواست اون به تورنمنت برمیگرده تا در 2 بازی تاریخی بعدی برای دانمارک به میدان بره. اون به همتیمیاش میگه که من به دخترم قول دادم که ما میبریم، پس همه توان خودتونو بذارید. 9 روز بعد دانمارک برای اولین بار در تاریخ قهرمان اروپا میشه و گلی که پرونده بازی فینال رو به نفع دانمارک میبنده توسط مردی زده میشه که به دختر مریضش قول داده بود که برنده میشه. شاید به نظر برسه اون چه گفتیم فیلمنامه یک فیلم درام ورزشی حال خوب کن باشه، مثل فیلم تابستان 92 که در سال 2015 اکران شد. اما نکته اینجاست که این فیلم بر اساس واقعیت ساخته شده. دانمارک با سرمربیگری ریچارد مولر نیلسن پا به رقابت‌های مقدماتی یورو 92 گذاشت. کسی که بیش از 10 دهه مربی زیر 21 ساله‌های دانمارک بود و 3 سال هم در تیم ملی دستیار بود، در سال 90 سرمربی تیم ملی بزرگسالان دانمارک شده بود. دانمارک در گروه 4 بازی‌ها با تیم‌های یوگسلاوی، ایرلند شمالی، اتریش و جزایر فارو هم گروه شده بود و تنها رقیب اصلی اونها یوگسلاوی بود و تنها تیم اول هر گروه به رقابت‌های یورو صعود می‌کرد. روش‌های تدافعی نیلسن به مذاق خیلی از دانمارکی‌ها خوش نیامده بود. دانمارک از 2 بازی اول 4 امتیاز به دست آورد و باید در بازی سوم به مسافه یوگسلاوی میرفت. همه میدونستن که دانمارک برای صعود به رقابت‌های یورو باید یوگسلاوی رو شکست بده. اما نیلسن با 1 مهاجم دانمارک رو به زمین فرستاد و اونها در پایان بازی رو که توش به اندازه کافی هجومی نبودن رو 2-0 به یوگسلاوی باختند. بعد از این بازی برادران لادروپ که از ارکان تهاجمی دانمارک به شمار می‌رفتند و از بهترین بازیکنان تاریخ دانمارک هستند، دیگه نخواستند که برای تیم ملی تحت هدایت نیلسن بازی کنند. دانمارک البته که همه بازی‌های بعدی دور مقدماتی، حتی بازی برگشت مقابل یوگسلاوی رو با پیروزی پشت سر گذاشت، اما با 1 امتیاز کمتر نسبت به یوگسلاوی از رسیدن به بازی‌های یورو 92 باز موند. تنها دستاورد دانمارک از این بازی‌ها این بود که فهمیدن بدون ستاره‌های یاغی تیم هم میتونن نتیجه بگیرن. به علت وقوع جنگ‌های یوگسلاو که از سال 1991 شروع شده بود، یوگسلاوی از رقابت‌های یورو 92 کنار گذاشته شد و از دانمارک که در گروه مقدماتی پشت سر یوگسلاوی دوم شده بود، برای حضور در این رقابت‌ها دعوت شد. برایان لادروپ برای حضور در رقابت‌های یورو به تیم ملی برگشت. اما برادر بزرگتر میشل لادروپ که به تازگی 1 فصل فوق‌العاده رو با بارسلونا پشت سر گذاشته بود و قهرمان لالیگا و باشگاه اروپا شده بود، همچنان ترجیح داد که برای تیم ملی دانمارک تحت هدایت ریچارد مولر نیلسن بازی نکنه. دانمارک با سوئد میزبان، فرانسه و انگلستان همگروه شد. اونا در مصاف اول در مقابل انگلستان 1 امتیاز از 1 مساوی بدون گل گرفتن.
اما در گام دوم در برابر سوئد میزبان 1-0 شکست خوردند. با توجه به اینکه بازی سوم اونها در برابر فرانسه بود که تنها تیمی بود که همه بازی‌های دور مقدماتی رو برده بود، دیگه همه دانمارک رو حذف شده می‌دیدن. یک روز قبل از بازی مقابل فرانسه، کیم ویلفورت، هافبک تیم، یک تماس از دانمارک دریافت کرد. حال دخترش که مدتی بود با سرطان خون دست و پنجه نرم می‌کرد، بد شده بود و توی بیمارستان بستری شده بود. اینجا بود که ویلفورت ساکش رو جمع کرد و اردوی تیم ملی رو به مقصد دانمارک ترک کرد. دانمارک اما در معجزه بعدی فرانسه رو هم 2-1 شکست داد تا حریف مدافع عنوان قهرمانی یعنی هلند در مرحله نیمه نهایی بشه. بازی که کیم ویلفورت به همراه دختر بیمارش توی یکی از اتاقای یکی از بیمارستان‌های کوپنهاگن تماشا کرد و در پایان اون به درخواست دخترش به اردوی تیم ملی برگشت. بازی نیمه نهایی با هلند بعد از تساوی 2-2 به ضربات پنالتی کشیده شد. Bergkamp. Oh, and it's gone through the goalkeeper. Dennis Bergkamp has equalised. Yes! He's hit the target again. Henrik Larsson. Well, they can. Frank Rijkaard. مارکو فان باستن که همون سال سومین توپ طلای خودش رو گرفته بود، تنها کسی بود که پنالتیش رو در برابر پیتر اشمایکل از دست داد تا دانمارک در کمال نوآوری برای اولین و البته آخرین بار تا امروز به فینال رقابت‌های یورو برسه و حریف قهرمان اون موقع جهان یعنی آلمان بشه. در دقیقه 18 بازی جان ینسن تصمیم گرفت تا اولین گل ملیش برای دانمارک رو در فینال یورو بزنه. بعد از اون آلمان‌ها هر چی می‌زدن به سدی به نام پیتر اشمایکل می‌خورد. تا در دقیقه 78 کیم ویلفورت با یک ضربه زیبا با پای ضعیف‌ترش خیال خودش رو از گلی که به دخترش داده بود راحت کنه و گل دوم رو به آلمان بزنه. در یک بازی گروهی در جام جهانی 90 بین ایرلند شمالی و مصر، ایرلندی‌ها با دادن پاس عقب به دروازه‌بان وقت کشی می‌کردن. اون وقتا توی فوتبال دروازه‌بان‌ها هنوز میتونستن پاس عقب رو با دست بگیرن. روش بازی ایرلندی‌ها توی اون بازی سرآغاز وضع قانونی جدید شد. پیتر اشمایکل و دانمارکی‌ها هم از این قانون برای وقت کشی در فینال یورو سوء استفاده زیادی کردند تا این فینال به آخرین بازی فوتبالی تبدیل بشه که دروازه‌بان میتونه پاس عقب رو با دست بگیره. دانمارک با شکست دادن امید اول قهرمانی اون تورنمنت یعنی فرانسه و قهرمان اروپا یعنی هلند و قهرمان جهان یعنی آلمان، اون هم بدون حضور میشل لادروپ در اوج دوران فوتبالش، تونست برای اولین بار قهرمان یورو بشه. 1.5 ماه بعد از قهرمانی دانمارک در یورو، لین ویلفورت کوچک در اثر سرطان خون درگذشت. اما یاد الهام بخشش برای همیشه با بزرگترین افتخار فوتبال دانمارک گره خورد.